بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. سوره نصر. نام این سوره از نخستین آیت آن گرفته شده است و آن در مدینه نازل شده 3 آیت دارد. یکی از نمودهای ستایش با تسبیح سبحان الله و بحمد است. اذا جاء نصر الله والفتح، چون یاری خدا و پیروزی آید. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، و مردم را ببینی که گروه گروه به دین خدا می درآیند. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه که البته او توبه پذیر است.